یه آدم عاقل 5 جا دهنش رو میبنده. واسه چی؟ واسه اینکه آسیب نبینه. اگه درآمد خوبی داری دهنتو ببند. خواستگار خوب داری یا میخوای با کسی ازدواج کنی دهنتو ببند. زندگی خوبی داری عزیزم دهنتو ببند. میخوای خونه یا ماشین بخری لطفاً دهنتو ببند. دوست داری کسب و کار را بندازی دهنتو ببند. و تا چیزی توی زندگیت قطعی نشده دهنتو میبندی. وقتی همون قطعی شد تازه بازم دهنتو میبندی. باور کن انرژی و آه آدمای حسود، زیرابزنی هایی که میکنن و نقشه هایی که میکشن واسه تخریب تو حتی مرزی نداره. یه بار یه دعانویس اومده بود پیشم واسه مشاوره. میگفت اشکان حریت، اگه میدونستی آدما چه پولهایی به من میدن تا زندگی یه عده دیگر رو خراب بکنن، رابطه هاشون و کسب و کارشون رو، مغزت سوت میکشه. خیلی از آدما که نشون میدن دوستتن حاضرن میلیونی هزینه بکنن که زندگی تو رو خراب بکنن. پس لطفاً عزیز من حواست به خودت و زندگیت باشه و دهنتو ببند. این ویدیو رو بفرست واسه عاقل ترین آدمی که توی زندگیته. خیلی عشقید.